برگزاری مراسم قرعه کشی لیگ برتر فوتبال ولسوالی علی‌آباد کندوز. مراسم قرعه کشی لیگ برتر فوتبال ولسوالی علی‌آباد کندوز با حضور مسئولان ورزشی، پیشکسوتان فوتبال و ورزشکاران این ولسوالی برگزار شد. در این رقابت‌ها 10 تیم برتر فوتبال ولسوالی علی‌آباد حضور دارند و قرعه کشی به گونه‌ای انجام شد که هر تیم حریف خود را در دور نخست این رقابت‌ها شناختند. با گفته مسئولان ورزش ولسوالی علی‌آباد، این رقابت‌ها در آینده نزدیک آغاز خواهد شد و انتظار می‌رود که با شور و هیجان ورزشی پیگیری شود. امروز شاهد برگزاری قرعه کشی لیگ برتر ولسوالی علی‌آباد بودیم که تیم‌های قوی در سطح لیگ ولسوالی علی‌آباد قرار دارند. 10 تیم می باشند و به روزهای آینده نزدیک انشالله ما روز بازی‌های افتتاحی از این برگزار میکنیم و تیم‌های قدرتمندی هستند که اینا هر کدامشان ادعای قهرمانی خود می داشته باشه و بازی‌های خوبی را انشالله شاهد خواهیم بود امسال. در این رقابت‌ها 10 تیمی برتر از ولسوالی علی‌آباد شرکت کردند که بر اساس قرعه هر تیم حریفای خود شناختند و انشالله که مسابقات لیگ برتر 4 در هفته آینده انشالله از طرف مسئول فوتبال ولسوالی علی‌آباد آغاز میشه و تماشاچی‌ها میتوانند که امروزه بازی را در استادیوم ورزشی تماشا کنند. ورزشکاران از برگزاری این مراسم ابراز رضایت و خوشحالی کرده آغاز رقابت‌ها را یک فرصت ارزشمند برای رشد ورزش فوتبال در سطح ولسوالی دانسته، آنان میگویند که حضور در این رقابت‌ها میتواند روحیه تیمی، همبستگی و رقابت سالم را میان جوانان تقویت کند. مثال الحمدلله که یک مراسم ویژه که سابقه نداشته تا در ولسوالی علی‌آباد برگزار گردید، ما انشالله آمادگی و تمرینات منظم داریم برای قهرمانی تیم صلح مدرسه و انشالله وعده میتیم برای هوادارهای تیم صلح مدرسه که کوشش نهایی خود میکنیم تا امسال همچنان قهرمانی خود دفاع بکنیم. بسیار خوشحال هستیم که شاهد همچون مراسم قرعه کشی بودیم و تشکر میکنیم از مسئول فوتبال علی‌آباد و بزرگان فوتبال و دیگه انشالله تیم ما یک تیم منظم و آماده است و انشالله ما وعده میتیم که تیم ما انشالله قهرمان میشه. گفته می شود که در کنار لیگ برتر قرار است در آینده نزدیک قرعه کشی رقابت‌های لیگ دسته الف فوتبال نیز در ولسوالی علی‌آباد راه اندازی شود و تیم‌ها بتوانند حریف‌های خود را بشناسند.